جمال، کمال، تیمور. بله. انگور از بهشت دزدیدین بردین جهنم، خشکش کردین تبدیل به کشمش شده، عرقشو کشیدین رفتین تو بهشت فروختین، نصف صالحین و مؤمنین رو کور کردین. کور شدن؟ اگه کور شدن با شرابه، جنس ما خالصی. خالصه؟ خالص. بخورین. چی؟ محصول خودتونه دیگه، اگه خالصه بخورین. نه ما جلویم داداش. نه بخورین. ما از هم بدون مزه نمیتونیم بخوریم داداش. بخورین ببینم. ما تو جهنم فقط تازیانه میخوریم. بخورین. چه گیری داده کمال، چطور ما کشیدن؟ آشقای برادر، آشقای. سگی نخواد داداش. میشه جای ای تو جهنم ما غیر داغ بخوریم؟ نه عزیزم، چرا غیر داغ؟ خالص مال خودتونه، بفرمایید. بخوریم چیکار؟ سلامتی. سلامت باشین. به عجب چیزی بود. چه سمی. خالص بود. خالص. بیاین بطریشو برداریم بریم. بذار باشه، شب با نکیر و منکر بخور. بیا بردار ببر. کجاست؟ نمیبینی؟ کمال کم تره برم. جمال من قبل تو کور بودم. تیمور به ول بکنی، من کور بودم منکر. منی دردواری که سر مومنه